مقامات انتظامی ناحیه واسع ولایت ختلان نفر گمانبر در قتل نجمیدین صدرالدین فی 36 ساله سود اجراچی کلان دادگاه این ناحیه را بازداشت کردند. مقامات از این نفر نعمت جریفی 45 ساله نام میبرند. جسد نجمیدین صدرالدینов آخر ماه ایون امسال از ساحل رودخانه سرخاب نزدیک به محله قربان شهید پیدا شد. در اول مقامات گفتند که احتمال او در پای آب بازی غرق گشته است. بعداً تشخیص معلوم کرد که صدرالدینov از راه بوقیکونی کشته شده است. منبع در مقامات انتظامی ناحیه واسع روزی 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت سود اجراچی کلان را شوهر زن کشته است که چند ماه پیش از حادثه بر اساس قرار دادگاه مال ملک این دو نفر را میان هم تقسیم کرده بود. او گفت این مرد در دادگاه ادعا کرده بود که سود اجراچی کلان با همسرش رابطه دارد و بر این اساس مال ملک را نادرست تقسیم کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز روز 11 سپتامبر بدون بردن نام و وظیفه این افراد خبر داد که یک مرد 45 ساله ساکن ناحیه واسع با گمان کشتار دستگیر گردید. به قول این منبع نام برده 29 یونیو سال 2017 تخمینا ساعت 6:30 بعد ساحل دریای سرخاب همین ناحیه رفته سابق همسرش زنی 39 ساله ساکن همین ناحیه را در داخل автомاشین شخصی تمغه اوپل استرای مرد 36 ساله ساکن ناحیه واسع دیده است. بعداً از حسیات رشک آینه در автомاشین را شکسته با استفاده زورآوری به سابق همسرش حمله کرده است. مقامات امور داخلی میگویند بعداً زن از ترس از داخل ماشین برآمده به طرف دریای سرخاب فرار کرده است. گمانبر با دستانش راهی نفس مرد 36 ساله را که در جای نشست راننده حضور داشت سخت زیر کرده به هلاکت رسانده است. سپس جسد را به دریای سرخاب پرتافته است. شهر دادند در وزارت امور داخلی. یک منبع در مقامات انتظامی منطقه کلاب در صحبت با رادیو آزادی گفت نسبت به نعمت جریف با ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده آغاز شده دادستان منطقه کلاب تفتیش را ادامه می‌دهد. نسبت همسری سابق این مرد برای خبر ندادن از جنایت پرونده باز شده است. این زن که نخواست از اون نام بریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهر سابقش با او گفت که اگر از این جنایت به مقامات خبر دهد هر دو به محبس می روند. از این رو گفت تا این دم نخواست از این حادثه به مقامات خبر دهد. این منبع گفت نعمت جریف تا زمانی بازداشت در شعبه فرهنگ ناحیه واسع فعالیت میکرد و از دو زن جدا شده همراه همسری سیومش به سر می برد.